معجزه‌های زندگی. اعتقاد در انسان توانایی خارق‌العاده‌ایه که میتونه با اون دقیقاً به اون چه باید داشته باشه برسه. ولی تفاوتی بین باید و خواستنه. بهترین انگیزه خودانگیختگیه. یکی میگه ای کاش یکی بیاد به منو هل بده. حالا اگه پیداش نشد چی؟ باید برنامه بهتری برای زندگی خودمون داشته باشیم. وقتی میدونید چه میخواهید و خیلی هم اون رو میخواهید، راهی برای به دست آوردن اون پیدا خواهید کرد. انگیزه به تنهایی کافی نیست. اگه به یک آدم ابله انگیزه بدید، میشه ابله با انگیزه. خواسته ای که فوریت در اون نباشه، ارزشی در اون نیست. طلب کردن سرآغاز دریافت کردنه. حواستون باشه با قاشق به سراغ اقیانوس نرید. دست کم یه سطل با خود بردارید که بچه‌ها به شما نخندند. برای دریافت کردن فرصتی بهتر از این نیست که شکرگزار داشته هاتون باشید. شکرگزاری دریچه های فرصت رو به روی ایده ها باز میکنه تا به سمت شما بیاند. عزم میگوید من باید. مردی که عزم داره میگه من باید از این کوه بالا برم. به من گفتن ارتفاع این کوه خیلی بلنده، شیب خیلی تندی داره، سنگلاخه و بالا رفتن از اون بسیار سخت. ولی این کوه منه. من باید از اون بالا برم. و زودی من رو زنده و ایستاده در قله یا مرده و افتاده در دامنه میبینید. عزم و نفرت دو احساس نیرومندی هستند که تغییر رو به همراه میارند. امور مالی. مدت کوتاهی بعد از آشنایی با مربیم اون از من پرسید آقای ران، در این 6 سال گذشته چقدر پول پس انداز و سرمایه گذاری کردی؟ گفتم هیچی. پرسید کی این برنامه ریزی قلابی رو به تو انداخته؟ بهتره که وام دهنده بود تا پول خرج کن. برای اینکه به استقلال مالی برسید باید بخشی از پول خودتون رو به سرمایه رو به منبع درآمد رو به سود رو به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری رو به استقلال مالی تبدیل کنید. استقلال مالی یعنی بتوان با درآمد حاصل از منابع شخصی خود زندگی کرد. اگر امیدتون به شرکت یا ادارتون هست که در دوران بازنشستگی از شما حمایت کنه، درآمد آینده‌تون 1/5 میشه. اگر امیدتون به خودتون باشه، درآمد آینده‌تون 5 برابر میشه. به یاد دارم روزی به مربیم گفتم اگه پول بیشتری می‌داشتم برنامه‌ریزیم بهتر می‌بود. مربیم بلافاصله پاسخ داد ولی من میگم اگه برنامه‌ریزیت بهتر می‌بود پول بیشتری می‌داشتی. می‌بینید؟ مهم مبلغ پول نیست. مهم برنامه‌ریزی است. اگه قرار باشه برنامه مالی فعلیتون رو به من نشون بدید، آیا اونقدر من رو به شوق میاره که در سمینارهام در سراسر کشور از اون یاد کنم؟ اگه پاسخ خیره، میخوام بپرسم چرا نباید اینطور باشه؟ چرا نباید یک برنامه مالی بی‌نظیری داشته باشید که شما رو به اون جایگاهی که میخواهید برسونه؟ همیشه میگفتم همه چیز گرون شده، ولی مربیم با این گفتش ذهنمو روشن کرد. مشکل این نیست که همه چیز گرون شده. مشکل اینه که تو قدرت خرید اونها رو نداری. اینجا بود که سرانجام فهمیدم مشکل آنها نبود. مشکل من بودم. انسان این توانایی خارق‌العاده رو داره که از هیچ یک چیزی بیرون بکشه. انسان میتونه علف هرز رو به باغ تبدیل کنه و از فقر به ثروت برسه. جد و جهد بهتر از راحت طلبیه. سود بردن یعنی کارو به دست گرفت، سر و سامونش دهید و بعد اون رو زمین بذارید. کسب و کار شخصی امید آیندمونه. سوداوری بهتر از حقوق بگیریه. با حقوق بگیری یک زندگی بخور و نمیری داری. با سوداوری به ثروت کلان میرسی.
ما همگی راه‌های مختلفی برای گذراندن زندگی می‌شناسیم. جذابیت زندگی در اینه که راه‌های مختلف دولتمندی رو بیابیم. بچه‌ها باید 2 تا دوچرخه داشته باشند. یکی برای سوار شدن و یکی برای کرایه دادن. دانش. اگه مجبور شدید از یه وعده غذا بگذرید ولی از یه کتاب نگذرید. بعضی مدعی‌اند که خواندن رمان‌های مهملم خوبه چون بعضی مواقع میتوان مطلب با ارزشی در اونها پیدا کرد. خب اگه در سطل آشغالم خوب بگردند میتونن تکنانی پیدا کنند. ولی مطمئناً راه بهتری هم هست. بیشتر خونه‌های بالای $250,000 یک کتابخونه دارن. نکته‌ای در این نهفته است. هر چیزی که برای رسیدن به موفقیت و آینده‌ای بهتر نیاز دارید پیشتر نوشته شده و همه اونا موجوده. کل کاری که باید بکنید اینه که به کتابخونه برید. ولی باورتون میشه تنها 3% مردم امریکا کارت کتابخونه دارند؟ وای، نکنه خیلی خرج داره. خیر، کاملا رایگانه. در هر منطقه‌ای هم دست کم یک کتابخونه میشه پیدا کرد. فکرشو بکنید. تنها 3%. بعضیا اونقدر کم مطالعه دارن که ذهنشون کوچیک شده. کتابخونه من جزو کتابخونه‌های خوبه. اعتراف میکنم که همه کتاب‌های اون رو نخوندم، ولی حتی با راه رفتن در اون احساس باهوشی بیشتری به من دست میده. فقط به دنبال مطالب راحت نباشید. شاید سرگرمتون کنن ولی باعث رشد شما نمیشه. کتابی که خونده نشه کمکی هم نمیکنه. امروزه پیدا کردن و خریدن کتاب خیلی راحته. قیمت یک کتاب با جلد شومیز از پول توجیبی فرزندتون هم کمتره. میتونید از اونا قرض بگیرید. مهم نیست برای خرید یک کتاب چقدر باید هزینه کرد. مهم اینه که با نخوندن اون کتاب چقدر باید هزینه کنید. با تحصیلات رسمی به درآمد بخور و نمیری میرسی. با خودآموزی به ثروت کلان میرسی. باید یاد بگیریم تمام دانش‌های خود را به کار ببندیم تا بتونیم تمام خواسته‌های خود را جذب کنیم. یادگیری سرآغاز کسب ثروت. یادگیری سرآغاز سلامتیه. یادگیری سرآغاز معنویته. در روند جستجو و یادگیریه که معجزه‌ها یکی پس از دیگری رخ میدن. اگه کسی داره راه اشتباه رو میره نیازی به انگیزه نداره که سرعتشو بیشتر کنه. او آموزش میخواد تا جهتشو عوض کنه. انتظارتون از ذهن فراتر از اون چه هست نباشه. البته گفتم آنچه هست، نه آنچه میتواند بشود. علاقه خود را در 2 مورد بالا ببرید: زندگی و مردم. شما در صورتی که به موضوعی علاقه‌مند باشید میتونید از اون اطلاعات کسب کنید. تحصیلات باید مقدم بر انگیزه باشد. تا زمانی که در مدرسه هستید مدام در پی کسب علم و آگاهی باشید. دیدگاهتان به علم چیست؟ با آن چه می‌خواهید بکنید؟ به خودتان مربوط است. مدام کسب علم کنید. در حقیقت پند من به شما اینه که تا چیزی یاد نگرفتید مدرسه رو ترک نکنید. هرگز در خرج کردن برای تحصیل علم مضایقه نکنید. اگر منحنی خودآموزیتان یک پله بالاتر بره، قادرید برای یک مسئله چندین راه حل پیدا کنید. نگریستن و پرهیختن 2 واژه پرمعنای کهنند. به امکانات بنگر و از وسوسه ها بپرهیز. واژگان در تفسیر و تعبیرها به کارمون میان. اگر دایره واژگانی محدودی داشته باشید، بینشی بسته و آینده‌ای محدود خواهید داشت. واژگان سنجیده به همراه احساسات حساب شده اساس شخصیت انسان‌های تاثیرگذاره. گل فرستادن خوبه، ولی همه صحبت‌ها رو بر دوش گل نیندازید. گل‌ها دایره واژگانی محدودی دارن. بهترین چیزی که یک گل میتونه بگه اینه که به یادت هستم. واژگان شما بقیه رو باید بگند.
واژه دو کار اصلی میکنه. برای ذهن غذا فراهم میکنه و برای فهم و آگاهی نور میافروزد. رشد شخصی. برای جذب افراد جذاب باید خودت جذاب باشی. برای جذب افراد قدرتمند باید خودت قدرتمند باشی. برای جذب افراد متعهد باید خودت متعهد باشی. به جای اینکه بری روی اونها کار کنی، برو روی خودت کار کن. اگه باشی میتونی جذب کنی. میتونیم بیشتر از اون چه داریم به دست بیاریم، چرا که میتونیم به بهتر از اون کسی که هستیم تبدیل بشیم. بزرگترین پیکار زندگی اینه که تا آخرین حد توانتون رشد کنید. باورتون نمیشه استفاده بیشینه از توانایی‌های بالقوه و فرار رفتن از محدودیت‌ها چه تأثیری بر روی آدمی نخواهد گذاشت. بیچاره اون که $1,000,000 به ارث برد ولی میلیونر نشد. بیچاره به این دلیل که درآمدش رشد کرده ولی خودش رشدی نداشته. مهمترین پرسش درباره شغل این نیست که دارم چی به دست میارم. مهمترین پرسش درباره شغل اینه که دارم به چه کسی تبدیل میشم. نگهداری چیزی که از راه رشد شخصی به دست نیومده سخته. بعد از اینکه میلیونر شدی میتونی پولتو بدی بره. چون چیزی که مهمه $1,000,000 نیست. مهم اون کسی که در روند میلیونر شدن باید به اون تبدیل بشه. درآمد به ندرت از رشد شخصی بالا میزنه. درآمد شما مستقیما تحت تأثیر تغییرات شخصیتی شماست. بدتر از نخوندن کتاب در 90 روز گذشته اینه که در 90 روز گذشته کتاب نخونی و فکر کنی اهمیتی نداره. فلسفه شخصی. آغاز بحران اقتصادی با فلسفه کمکوشی و بیشخواهی. اگه در صدد اصلاح اشتباهات خودت هستی، باید از اصلاح فلسفه خودت شروع کنی. مهمترین عامل تعیین کننده در کیفیت زندگی فلسفه شخصی است. واکنش اولیه تا اندازه زیادی فلسفه شخصی رو به تصویر میکشه. تنها انسانی که میتونه هر روزی که اراده کنه زندگیش تازه بشه به یک شرط، اینکه فلسفه‌شو تازه کنه. عامل کلیدی در ساخت آینده مالی اقتصاد کشور نیست. عامل کلیدی فلسفه شماست. برنامه زندگیتون رو از کس دیگری قرض نگیرید. فلسفه خودتون رو رشد و پرورش بدید تا شما رو به جایگاهی بی‌نظیر در زندگی برسونه. اگه یاد بگیرید بادبانهای خودتون رو به خوبی تنظیم کنید، وزش باد شما را به رویاها، درآمد، ثروت و گنج روح و روان میرسونه. فلسفه شما تعیین میکنه که انضباط پیشه کنید یا به تکرار اشتباهات ادامه بدید. فلسفه جمع کل تمام دانسته های شما و تمام ارزش های شماست. قربونی خودتون نشید. بی خیال دزد سر گردنه. با دزدی که در ذهنتون هست میخواید چی بکنید؟ مسئولیت پذیری. سرنوشت آینده به دست اتفاقات امروز نیست. این اتفاقات برای همه هست. واکنش شما به اتفاقاتی که سرنوشت شما را رقم میزنه. میگید اوضاع بی سر و سامونه. مثل این میمونه که بگید نفرین بر خاک، نفرین بر بذر و نور و آب. تمام دارایی شما همینان. داشته‌های خودتون رو نفرین نکنید. وقتی سیاره خودتون رو تحویل گرفتید میتونید اوضاع اون رو به دلخواه خودتون سر و سامون بدید. ولی فعلا وضعیت سیاره‌ای که در اون هستیم به این صورته. از 97% جمعیت دوری کنید. از بهانه‌های اونها استفاده نکنید. مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرید. پند بگیرید ولی دستور نگیرید.
تنها به خودتون دستور بدید. گفته شده از آنجایی که برده هیچ کس نخواهم بود، ارباب هیچ کس هم نخواهم بود. باید مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرید. نمیتونید اوضاع، فصلها یا جهت باد رو تغییر بدید، ولی میتونید خودتون رو تغییر بدید. مسئول این کارم خودتون هستید. شما مسئول اعمال و کردار مردم که نیستین، ولی مسئول خوندن یا نخوندن، آموختن یا نیاموختن مهارت‌ها و شرکت کردن یا نکردن در کلاس‌ها که هستید. مسئولیت میزان حقوق شما بر عهده کارفرماتون نیست، بر عهده خودتونه. ارزش شما رو کارفرما تعیین نمی‌کنه، خودتون تعیین می‌کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای دگرگون کردن زندگی انجام دادن تک تک کارهایی است که در فهرست ذهنی من باید اومده. بی تصمیمی دزد فرصت هاست. هر موجودی حد اکثر تلاش خودشو میکنه غیر از انسان. یه درخت چقدر قد میکشه؟ هر چقدر براش امکان داشته باشه. ولی از این طرف به آدمی قدرت انتخاب داده شده. انسان میتونه کمال رو انتخاب کنه یا میتونه حقارت رو انتخاب کنه. چرا تمام توان خود را به کار نگیریم و مشکلات را به مبارزه نطلبیم؟ نمیتوانیم مقصدت را یک شب تغییر بدی، ولی میتوانیم مسیرت را یک شب تغییر بدی. بعضی وقتا حساسیت تصمیم گیری اون رو به یک جنگ داخلی در ذهن تبدیل میکنه. قبلا میگفتم خدا کند وضعیت عوض شود. بعدها آموختم که تنها راه برای تغییر هر چیزی اینه که خودم رو تغییر بدم. نگید اگه میتونستم انجام میدادم، بگید اگه بتونم انجام میدم. مهمتر از پرش از مانع تلاش برای پریدنه. شاید در دفعات نخست موفق به پرش نشید. پیشروی بدون تصمیم گیری ممکن نیست. معمولاً به دو دلیل خودمون رو تغییر میدیم: وقتی به ما الهامی بشه یا وقتی کارت به استخون برسه. اگه از اوضاع ناراضیین تغییرش بدید. درخت که نیستید. احساسات بسته به فرد مسئوله، یا خدمت میکنند یا ریاست. همون اندازه که عقل به آموزش نیاز داره، احساسات هم نیاز به آموزش داره. مهمه که بدونیم چگونه باید احساس کرد، چگونه باید واکنش نشون داد و چگونه باید زندگی رو حس کرد تا دست نوازشش رو بر ما بکشه. تمدن مدیریت هوشمندانه احساسات انسانی است. بر احساسات خود مسلط باشید. نباید که به خاطر مسئله جزئی زمین و زمان را به هم دوخت. زنها توانایی باور نکردنی در تشخیص سیگنال‌های احساسی ارسالی دارند. برای مثال در نظر بگیرید چند گرگ باهوش خود را درست به شکل گوسفند درآورده باشند. مرد میگه این گوسفندا رو نگاه کن، چه بعبعی را انداختند. زن میگه نه، این گوسفندها گوسفند نیستند. انضباط پلی است بین هدف و تحقق هدف. همه ما باید از یکی از دو درد رنج ببریم: درد انضباط یا درد تأسف. فرق اون اینه که انضباط 1 اونس وزن داره و تأسف 1 تن. همه انضباط ها بر یکدیگر تأثیر دارند. یکی به اشتباه میگه من فقط توی این کار بی انضباطم. درست نیست. هر بی انضباطی بر انضباط های دیگه تأثیر میذاره. ساده لوحانه است اگر غیر از این فکر کنیم. انضباط شالوده است که تمام موفقیت ها بر روی اون ساخته میشه. نداشتن انضباط یعنی شکست حتمی. انضباط تمام معجزه های آینده رو بالقوه در درون خود دارد. بهترین زمان برنامه‌ریزی برای انضباط هنگامیه که ایده هنوز تازه است. یک انضباط بعدی را در پی می آورد.
اعتقاد داشتن و انضباط نداشتن سرآغاز گمراهی است. برای داشتن زندگی متفاوت مجبور نیستید تک تک کارها و کردارهاتون رو تغییر بدید. تنها چند انضباط ساده میتونه تأثیر بزرگی بر زندگیتون در 90 روز آینده داشته باشه. 12 ماه یا 3 سال آینده به کنار. کمترین فقدان انضباط باعث تحلیل رفتن عزت نفس میشه. یاد بگیرید با داشتهاتون شاد باشید و همزمان به دنبال خواستهاتون باشید. خوشبختی تصادفی به دست نمیاد. با آرزو هم به دست نمیاد. خوشبختی چیزیه که باید به دست شما طراحی بشه. چه غمناک پدری را پولدار ولی ناشاد دید. این مرد درس اقتصاد خونده ولی درس خوشبختی نخونده. بزرگترین منبع عدم خوشبختی از درون سرچشمه میگیره. خوشبختی چیزی نیست که به آینده موکول کرد. خوشبختی رو باید برای اکنون خود طراحی کنید. شیفتگی یک مرحله فراتر از علاقه است. فرد علاقمند میخواد بدونه آیا کار میکنه؟ فرد شیفته میخواد بدونه چگونه کار میکنه. یاد بگیرید چگونه سرخوردگی را به شیفتگی تبدیل کنید. وقتی شیفته زندگی باشید بیشتر از اون یاد میگیرید تا وقتی که سرخورده زندگی باشید. دارم میرم فرودگاه. 45 دقیقه دیگه پرواز دارم. ولی چه ترافیکی. ماشینام تکون نمیخورن اما من هنوز شیفتم. سرخورده نیستم. شیفتم. این شیفتگی چه دردی از من درمان میکنه. شیفتگی همیشه هم کارساز نیست. یاد بگیرید مثل بچه ها شیفته زندگی و مردم باشید. بذار دیگران زندگی های کوچکی را پیش بگیرند ولی تو نه. بذار دیگران بر سر مسائل کوچک بحث کنند ولی تو نه. بذار دیگران به خاطر زخمهای کوچک زاری کنند ولی تو نه. بذار دیگران آینده‌شونو به دست دیگری بسپارند ولی تو نه. سبک زندگی یعنی هنر کشف راههایی برای داشتن زندگی بی‌نظیر. برخی فقط یاد گرفتن چگونه خوب پول در بیارن ولی یاد نگرفتن چگونه خوب زندگی کنند. هر چقدر میتونید و هر چقدر سریعتر میتونید پول در بیارید. هر چه زودتر به پول برسید زودتر میتونید به مسائل دیگه زندگی بپردازید. همه شنیدیم که میگند روزی یه سیب بخور داروی دکتر رو نخور. حالا من یه سوال دارم. اگه درست باشه چی؟ خوردن یک سیب در روز کار راحتیه؟ نه. مشکل اینجاست نخوردن اون هم راحته. شروع غفلت به صورت عفونته که بعد به بیماری تبدیل میشه. مشکلات قلبی، عروقی به تنهایی روزانه جان بیش از هزاران نفر رو میگیره. 90% اون هم به خاطر غفلت و سهلنگاریه. یکی از دلایلی که مردم هیچ وقت به خواسته خود نمیرسند غفلت. برخی خوب کار نمی کنند چون احساساتشون خوب کار نمیکنه. باید اطمینان پیدا کنی که بیرون تو بازتاب مناسبی از درون توه. بدن شما پرستشگاه شماست، نه انبار هیزم. جسم و روان با هم کار میکنن. بدن شما باید سیستم حمایتی مناسبی برای روح و روانتون فراهم کنه. اگر از بدن خودتون به خوبی مراقبت کنید، با قدرت، نیرو، انرژی و شادابی که در خود ذخیره میکنه شما رو به هر جا که میخواید میرسونه. از بدن خود به خوبی مراقبت کنید تا آخر عمر مجبور هستید در همین بدن زندگی کنید. هر یک از ما باید متعهد به حفظ حرمت دیگران باشیم و دیگران هم باید متعهد به حفظ حرمت هر یک از ما بشن. دقت اعتبار می‌آورد. در کتاب مقدس فهرستی را در 2 ستون دفتر کل زیر هم ردیف میکنه.
در یک ستون فهرستی از سرگذشت کسانی که به عنوان الگو به ما معرفی میشند و هر کاری که اینها کردند بکنید. در ستون دیگه فهرستی از سرگذشت کسانی که به عنوان درس عبرت به ما معرفی میشند. هر کاری که اینها کردند شما نکنید. اگه قرار سرگذشت شما در یکی از دفتر کل ثبت بشه، بهتر در زیر ستون الگوها آورده بشه. یک دروغ کافیه تا تمام شواهد و مدارکتون رو در دادگاه تباه کنه. صداقت بخش حیاتی شهرت خوب داشتن است. خیلی ها در تلاشن تا به طریقی روز خودشون رو شب کنن. افراد مجرب یاد میگیرند چگونه روز خود را با موفقیت شب کنند. مجرب بودن توانایی پی بردن به تفاوت بدلیجات با جواهرات اصلی. بیشتر درآمد خودتون رو خرج چیزهای کم ارزش نکنید. در پایان 10 سال میبینی طرف 2 تن شیرینی و 2 تا کتاب خریده. البته کتابام بیشتر عکس دارن تا نوشته. افراد مجرب زود محل کار رو ترک نمی کنن. یکی میگه آره زودتر تعطیل میکنم تا اسیر ترافیک نشم. فلسفه رو نگاه کن. ترافیک رو بهونه میکنه. فهمیدن فرق بین آب و نوشابه $1,000,000 خرج بر نمیدن. مجرب بودن یعنی مطالعه و بررسی، نه مقدار و مبلغ. فرد مجرب تسلیم به هر خواسته‌ای نمیشه، بلکه احساسات خود را به مدرسه میفرسته تا شیوه رفتار رو یاد بگیره. پول شما را مجرب نمی کند. تنها مطالعه و تمرینه که شما را مجرب می کند. حتی افرادی با وسع کم هم میتونن مجرب بشن، چرا که تنها به مطالعه و تمرین بستگی داره. هزینه یک شرکت در یک سمفونی چقدر میشه؟ حدود $30. شاید بگید خیلی ها هستن که استطاعت $30 رو برای یک سمفونی ندارند. بله ندارند، چون این $30 رو توی کافی شاپ ها خرج میکنن. باید به بچه‌ها یاد بدیم پولی که به دست میارن بلافاصله خرج نکنند. اگه هر پولی رو که در میارید بلافاصله خرج کنید، دست آخر به جای گنج باید به بدلیجات اکتفا کنید. با $1 یا چند دلار که نمیشه چیز با ارزشی خرید. بهترین پندی که درباره تمرکز یاد گرفتم اینه که هر جایی که هستید همونجا باشید. وقتی کار میکنید کار کنید. وقتی بازی میکنید بازی کنید. این دو رو با هم قاطی نکنید. به هر کاری که میکنید و به هر کسی که با او هستید هدیه تمرکز بدهید. در مسیر رفتن به سر کار روی مسیر تمرکز کنید، نه روی کار. توجه کنید. همینطوری روز را به بتالت نگذرونید. برنامه ریزی. به یک چیز جالب پی بردم. بیشتر مردم برنامه‌ای که برای سفر میریزند دقیق‌تر از برنامه‌ای که برای زندگی خودشون میریزند. احتمالاً به این دلیل که گریختن راحت‌تر از تغییر کردنه. اگه برنامه زندگی خود را طراحی نکنی، احتمالش هست که یکی دیگه از تو برای برنامه‌اش استفاده کنه. حالا حدس بزن برای چه برنامه‌ای دارند؟ بیگاری. دلیلی که بیشتر مردم با اضطراب نه با اطمینان با آینده می‌نگرند اینه که برنامه‌ای برای آینده ندارند. یکی میگه اگه جایی که من کار میکنم کار کنیم، وقتی به خونه میرسی دیگه دیر وقته. اول باید یه صفایی به شکم داد، یه خورده تلویزیون دید، استراحتی کرد و خوابید. نمیشه که تا نیمه شب بیدار موند و مدام برنامه ریزی کرد. این همون کسی که همیشه قسط ماشینش عقب میفته. موفقیت نه یک چیز جادویی است و نه مرموز.
موفقیت توالی طبیعی و مداوم به کارگیری قاعده‌های اساسی زندگی است. قاعده جدید دیگری نداریم. اگه کسی گفت قاعده جدیدی پیدا کردم، باید به این آدم شک کرد. مثل این میمونه که یه نفر شما رو به بازدید از کارخونه‌ای دعوت کنه که سازنده عتیق جاز باشه. بعضی کارها رو باید هر روز انجام داد. خوردن 7 سیب در جمعه شب کار خوردن روزی یه سیب رو نمی‌کنه. موفقیت چیزی جز تمرین هر روزه چند انضباط ساده نیست، در حالی که شکست تکرار چند اشتباه ساده در قضاوته. جمع انضباط‌ها و قضاوت‌ها در پایان کفی ترازو رو به نفع هر کدوم که سنگین کنه بیانگر موفقیت یا شکست فرده. دلیل اصلی تعیین هدف شخصیتی است که شما در روند تحقق اون هدف کسب می‌کنید. شخصیتی که از تو میسازه همیشه بسیار با ارزشتر از هدفیه که به اون میرسی. وقتی اندرو کارنگی از دنیا رفت، کاغذی از اون پیدا کردن که روی اون یکی از هدفهای اصلی زندگی او نوشته شده بود: میخوام نصف زندگیمو وقف جمع کردن پول کنم و نصف دیگر رو صرف بخشیدن آن. این کارم کرد. بعضیا در روزهای سخت کاملا به هم میریزن، چرا که تنها چیزی که دارن همین روزاست. اونها هیچ طرح، تعریف یا ترسیمی از آینده خود ندارند. اهداف. وقتی از اهداف خود الهام بگیرید، خدا میدونه که چه کارهایی که نمیتونید بکنید. وقتی اهداف خود را باور داشته باشید، خدا میدونه چه کارهایی که نمیتونید بکنید. وقتی هم برای تحقق اهداف خود دست به کار میشید، خدا میدونه چه اتفاقاتی که نخواهد افتاد. همگی به اهداف بلند مدت نیاز داریم تا ما را در غلبه بر موانع کوتاه مدت یاری دهند. دلیل غایی تعیین هدف اینه که شما رو ترغیب کنه تا شخصیتی رو که سزاوار اون هدفه کسب کنید. هدفاتون کوچک نباشند. اگه چیزای بزرگ نمیخواید، با آدم بزرگم تبدیل نخواهید شد. اگه روی اهداف خود کار کنید، اهداف هم روی موفقیت شما کار میکنن. اگه روی برنامه خود کار کنید، برنامه هم روی موفقیت شما کار میکنه. با برداشتن هر گام درست در جهت رشد خود گام برداشتیم. همگی دو انتخاب پیش رو داریم. میتونیم گرفتار زندگی باشیم یا میتونیم زندگی رو با سلیقه خود طراحی کنیم. یکی اربابی میکنه و دیگری خدمت. یا تو روز رو اداره میکنی یا روز تو رو. یا تو شغل رو اداره میکنی یا شغل تو رو. یاد بگیرید چگونه با اهمیت را از کم اهمیت تمیز دهید. خیلی از مردم عملکرد خوبی ندارن، صرفاً به این دلیل که به کم اهمیت میدن. جنب و جوش رو با پیشرفت و موفقیت اشتباه نگیرید. گول پرمشغلگی رو نخورید. پرسش اینه که چه کار میکنید که پرمشغله هستید؟ روزها گرانبها هستند. وقتی یه روزو میگذرونی، یه روز کمتر برای زندگی کردن داری. بس حواست باشه که هر روز تو عاقلانه بگذرونی. بعضی مواقع لازمه در تماس باشید ولی دور از دسترس بمانید. زمان ارزشمندترین دارایی ماست. با این حال بیشتر وقتمون رو هدر میدیم، وقت کشی میکنیم و وقت گذرانی رو به سرمایه گذاری اون ترجیح میدیم. تا کی میخواییم بیشترین وقت رو روی کارهای کم اهمیت و کمترین وقت رو روی کارهای پر اهمیت بگذاریم؟ زمان از پول ارزشمندتره. میتوان پول بیشتر به دست آورد ولی وقت بیشتر نه. تا روز خود را روی کاغذ نیاورده اید،
آن را آغاز نکنید. یاد بگیرید چطور نبگید. نذارید زبانتان بار اضافی روی دوشتان بگذارد. زمان سری ترین راز دولتمندان است. کلکسیونر اندیشه باشید، ولی به حافظه خود اعتماد نکنید. بهترین جا برای نگهداری از این اندیشه ها و اطلاعات دفترچه یادداشت شماست. دلیل اینکه این همه پول بابت دفترچه یادداشت میدم اینه که مجبور بشم اطلاعات با ارزش در دفترچه های با ارزشم بنویسم. 3 گنجه که پس از خود به جا میذاریم: عکس‌ها، کتابخانه و دفترچه یادداشت. در واقع برای نسل‌های آینده ارزش این 3 گنج بیشتر از ارزش اساسی است که بعد از مرگ خود جا میگذارید. ذهن خود را قفسه بایگانی نکنید. از ذهن برای حل مشکلات و یافتن پاسخ استفاده کنید. اندیشه‌های خوب را در دفترچه یادداشت خود بایگانی کنید. در پایان هر روز فیلم اون روز را به عقب زده و به تماشا بنشینید. از بازی بازیگر و کار کارگردان راضی هستید؟ کاملترین نوع بلوغ در زمان برداشت محصول خود را نشان می‌دهد. زمانی که باید یاد بگیریم اگر محصول کم است شکایتی نداشته باشیم و اگر محصول فراوان است به خود غره نشویم. زندگی از ما میخواد که در مدت زمانی منطقی پیشرفتی قابل ملاحظه داشته باشیم. برای همینه که نیمکت‌های کلاس‌های دبستان را انقدر کوچک می‌سازند که در 25 سالگی نتوانید روی اونها بنشینید. بعضی چیزا هست که نیازی نیست سر از کار اونا در بیارید. فقط بدونید که کار می‌کنند. در حالی که بعضی در جستجوی ریشند، بعضی دیگه در حال چیدن میوند. به خودتون بستگی داره که روی ریشه کار کنید یا روی میوه. روابط. وقتی کسی برای دیگری اهمیت قائل میشه بزرگترین ارزش زندگی رو به نمایش میذاره. رسیدگی به خانواده و عشق و محبت بین اعضا باید مثل رسیدگی به یک باغچه باشه. باید برای خانوادت مدام وقت، تلاش و قوه تصورتو بذاری تا رابطه ها را شکوفا و رویان ببینی. بهترین هدیه‌ای که میتونید به کسی بدید رشد شخصی خود فرده. سابقا میگفتن اگر به من اهمیت بدی منم به تو اهمیت میدم. ولی حالا میگم من به خاطر تو به خودم اهمیت میدم. اگه تو هم به خاطر من به خودت اهمیت بدی. دیوارهایی که به دور خود میسازیم تا مانع ورود غم شند، مانع ورود شادی هم میشن. نمیتونی به تنهایی موفق بشی. سخته که بتونی عزلت نشین پولدار پیدا کنی. در رهبری چالشی بزرگتر از تربیت فرزندان نیست. اگر با خانوادتون صرفاً صحبت کنید فقط میتونید جلوی از هم پاشیدن کانون خانواده رو بگیرید. ولی اگه با مهارت با فرزندانتون صحبت کنید میتونید به اونها کمک کنید تا برای آیندهشون رویاها ببینند. رهبری بزرگترین چالش قرن 21 در علم، سیاست، صنعت و آموزش و پرورشه. ولی بزرگترین چالش در رهبری تربیت فرزندانه. خیلی بیشتر از آنچه برای کسب و کارمون وقت و انرژی میذاریم تا برای چالش‌های قرن 21 مجهز باشد، باید برای فرزندانمون وقت بذاریم تا اونها رو برای قرن 21 آماده کنیم. یک بچه چند تا زبان میتونه یاد بگیره؟ هر چند تا که وقت بذارید و به اون یاد بدید. حتی بچه‌ها هم میتونن استقلال مالی را یاد بگیرن. بچه‌ها میتونن مدت‌ها قبل از اینکه قانوناً حقوق بگیر بشن سودآوری داشته باشن. معلمان کم توانا هستند وگرنه بچه‌ها بسیار توانا هستند. من به بچه‌ها یاد میدم چگونه تا قبل از 35 تا 40 سالگی ثروتمند بشن.
اگر که فوق‌العاده باهوش باشند. بسیاری از بچه‌ها تصور فوق‌العاده باهوش بودن را از خود دارند. پس به 35 نرسیده ثروتمند میشند. بچه با $1 چه کار میکنه؟ فلسفه میگه این فقط یک بچه است و این فقط $1. قرار این دوتا چه کار بکنند؟ عجب فلسفه. به نظر شما اتفاقات آینده از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا. یک بچه با $1. شما میگید خوب، اون که همیشه بچه نمیمونه، بذار $1 رو خرج کنه و بچگیشو بکنه. خوب، به نظرتون چه وقت این خرج کردن ها متوقف میشه؟ وقتی بچه 50 سال شده و مثل شما ورشکسته؟ اگر بچه ها بشارت آینده رو به روشنی ببینند، بهای اون رو هم خواهند پرداخت. خدمات. ارزشی که در احترام به یک مشتری بیشتر از ارزش $10,000 تبلیغاته. خدمات خوب منجر به فروش چندین برابر میشه. اگه به مشتریای خود احترام و توجه خوبی بکنید، درهایی را به روی شما میگشایند که به تنهایی نمیتوانستید باز کنید. چگونه میتوان سرمایه دار شد؟ با سرمایه خدمت. باید بیشتر از پولی که میگیرید کار کنید، چرا که ثروت در همین بیشتر کار کردن است. هر کس که به خیلیا خدمت میده خود را در مسیر فراوانی قرار داده. ثروت فراوان، بازگشت فراوان سرمایه، رضایت فراوان، اعتبار فراوان و خوشی فراوان. چقدر باید درآمد داشته باشید؟ هر چقدر که میتونید. مهم اینه که نهایت سعی خود را بکنید. چه $10,000 در سال در بیارید، چه $100,000 در سال. یکی میگه اگه سرمایه زیادی داشتم حتما حساب دخل و خرج اون را میکردم، ولی الان یا باریکه‌ای دارم که اصلا نمیدونم کجا خرج میشه. نمیخواید که این فرد شرکت شما رو اداره کنه؟ اگه میخواید در جمع کثیری قدرت و نفوذ داشته باشید، وقتی این جمع کوچکه وفاداری خود را ثابت کنید. اگر تعداد کارمندان، توزیع کننده ها و کارکنانتون کمه، بهترین زمان برای مراوده با اونها الانه تا کاملا شما را پذیرا بشن. بهترین زمان وقتیه که تعداد اونها کمه. از هر جایی که هستید و با هر چه که دارید شروع کنید. باید یاد بگیرید که خرد و احساسات قوی را به کار تبدیل کنید. معجزه بذر و خاک با جملات تأکیدی رخ نمیده. فقط و فقط با کاری که معجزه ها رخ میده. استراحت لازمه ولی هدف نیست. تنها به اندازه استراحت کنید که نیروی دوباره بگیرید. بدون فعالیت دیری نمیگذرد که تهدیدهای زندگی ارزشها را پایمال میکنند. کمترین های عملگرا مورد حسادت بیشترین های تماشاگر هستند. برای هر بشارتی بهایی است که باید پرداخت بشه. شما باید در یکی از این دو مورد استاد باشید. بذرافشانی در بهار یا گدایی در پاییز. خدا بخش سخت معامله رو بر عهده میگیره. اگه شما باید درخت میرویاندید چی؟ شبانه روز باید کار میکردید تا فرمول اون رو کشف کنید. بذر بکارید، آواز نخونید. یکی از دوستانم همیشه میگفت هیچ چیز در زندگی همینطوری اتفاق نمیفته. همه چیز عادلانه است. خاک میگه من به نیاز تو کار ندارم. من به بذر تو کار دارم. بهترین زمان برای شروع انضباط گشاده دستی وقتیه که مبلغها هنوز ناچیزه. به راحتی میشه 10 سنت از $1 رو بخشید. به سختی میشه $100,000 رو از $1,000,000 بخشید.
بخشش بهتر از دریافت کردنه، چرا که بخشش خود آغازگر فرایند دریافته. معلمی بهتر از گشاده دستی برای منش نیست. جالب اینجاست که وقتی ایده یا اندیشه ای را مثلا با 10 نفر در میون میذارید، اون 10 نفر هر کدوم یه بار اون رو میشنون و شما به تنهایی 10 بار اون رو میشنوید. سعیم شدن به شما بزرگی میده. هرچه بیشتر از خود ببخشید، بیشتر به خود بخشیده اید. یکی میگه من نمیتونم به فکر دیگران باشم. خیلی هنر کنم بتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. باشه، ولی در این صورت برای همیشه فقیر خواهی ماند. آنچه میبخشید سرمایه‌ای میشه که چند برابر اون در آینده به شما باز خواهد گشت. در سهیم شدن همه برندند. مبلغی که میبخشید مهم نیست. مهم ارزشیه که این مبلغ در زندگیتون داره. تنها با بخشیدنه که قادر خواهید بود بیشتر از آنچه که داشتید دریافت کنید. به افراد اعتنا و به مشکلات بی‌اعتنایی کنید. نسبت به گرفتاری‌های دیگران حساس باشید. باید از غم و شادی و شکست و پیروزی دیگران آگاه باشید. چگونه میتوانید بین سنین 12 و 40 پل بزنید؟ با زنده نگه داشتن خاطرات. یکی از بهترین هدیه هایی که میتونید به کسی بدید هدیه توجه. هرچه بیشتر اهمیت بدید قوی تر میشید. لازم نیست با تبرزین قلب خود را جراحی کنید. مهارت. نگید کاش راحت تر می بود. بگید کاش من قوی تر بودم. نخواهید که مشکل ها کمتر بشند. خواهان مهارت های بیشتر باشید. چالش های کمتری رو طلب نکنید. طالب دانایی بیشتری باشید. یا باید رویاهاتون رو تعدیل کنید یا مهارتاتون رو تقویت. میتونید با یه چکش درختی رو قطع کنید، ولی 30 روز طول خواهد کشید. اگه چکش رو بدید و تبر بگیرید، درخت ظرف 30 دقیقه روی زمین میفته. تفاوت بین 30 روز و 30 دقیقه تفاوت بین مهارت داشتن و نداشتن. کلید زندگی موفق داشتن مهارته. مهارت کیفیت زندگی رو بالا میبره. یاد بگیرید نیازهاتون رو پنهان و مهارتهاتون رو نمایان کنید. میخواهید در کار فروش موفق بشید. ساده است. هر روز با آدمهای زیادی صحبت کنید. جالب اینجاست که آدمهای زیادی برای صحبت کردن پیدا میشن. تمرین به اندازه فروش ارزشمنده. از کار فروش به درآمد بخور و نمیری میرسید. با مهارت به ثروت کلان میرسید. فروش یعنی شغل رو در رو. کاتالوگ برای شما فروش نمیکنه. کاتالوگ فروش نه پا داره نه صدا. در حرفه فروش کار واقعی از وقتی شروع میشه که محصول فروخته شه. اونهایی که در کار فروش هستن باید از بچه‌هاشون درس بگیرن. نه، برای بچه چه معنی داره؟ تقریبا هیچ. حتی اگه در فروش تازه کار هستید میتونید کیفیت پایین مهارتی خود را با کمیت بالای معرفی جبران کنید. رهبران چه در خانواده، چه در کسب و کار، چه در سیاست و چه در آموزش نباید قصد را با تحقق اشتباه بگیرند. مدیران به افراد کمک میکنند که خود را همان گونه که هستند ببینند و رهبران به افراد کمک میکنند خود را بهتر از آنچه که هستند ببینند. رهبر نباید ساده‌لوح باشه.
قبلا میگفتم دروغگو نباید دروغ بگه. چه جمله بی‌معنی. بعداً پی بردم که دروغگو باید دروغ بگه. برای همینه که به اون دروغگو میگیم، چون دروغ میگه. چه انتظار دیگری از یک دروغگو دارید؟ نباید که فقط به افراد نیازمند کمک کرد. باید یاد بگیریم به افراد سزاوار هم کمک کنیم. زندگی به سزاواران پاسخ میدهد، نه به نیازمندان. مربیم گفت بیا با هم انجامش بدیم. نگفت برو انجامش بده. وقتی یکی میگه بیا با هم، چه نیرویی به آدم دست میده. رهبران باید واقف باشن که بعضیا هر کاری بکنی بی‌مسئولیتن. نمیخواد وقت خود را به پیدا کردن چرایی آن هدر بدید. وقت خود را صرف کشف مناسب ترین ها بکنید. وقتی با مردم سر و کار دارم معمولاً روی کردم خیلی ساده است. وقتی یکی میگه همیشه این اتفاق برای من میفته، همیشه اون اتفاق برای من میفته، چرا همیشه این اتفاقات برای من میفته؟ خیلی راحت میگم شرمنده، من نمیدونم. فقط این رو میدونم که این جور چیزا فقط برای افرادی مثل تو اتفاق میفته. همه ما به مربی نیاز داریم. وقتی مشغول بازی هستید سخته که همه جوانب رو در نظر داشت. یکی از هدفهای ارزشمند رهبری اینه که به کسانی که در کاری ضعیف هستند کمک کرد که بهتر بشن و به کسانی که در کاری قوی هستند کمک کرد که قوی تر بشند. در مقام یک رهبر همیشه باید از جایی که مردم هستند شروع کنید و بعد بکوشید اونها رو به جایی که میخواید برسونید. چالش رهبری اینه که قوی بود نه گستاخ، مهربان بود نه ضعیف، شجاع بود نه قلدر، متواضع بود نه کمرو، شوخ طبع بود نه لوس. افراد خوب همیشه خوب میمونن. اخیراً در مقاله‌ای میخوندم که ما به افراد یاد نمیدیم که خوب باشند. ما صرفاً افراد خوب رو استخدام میکنیم. واو، چه میانبر هوشمندانه‌ای. یاد بگیر که به مردم کمک کنی، ولی نه فقط در زمینه شغلی، در زندگیشونم به اونها کمک کن. پدرم به من یاد داد که همیشه بیشتر از درآمدم کار کنم تا سرمایه‌ای برای آیندم بشه. چه 6 هفته، چه 6 ماه و چه 6 سال در کاری باشید، کار را بهتر از آنچه که تحویل گرفتید تحویل بدید. نیازهای خود را برای بازار نیارید. مهارت‌های خودتون رو بیارید. اگر حالتون ناخوشه به پزشکتون بگید، نه به بازار. اگه به پول نیاز دارید به بانک برید، نه به بازار. اگه صرفاً فروش کنید میتونید زندگی بخور و نمیری دست و پا کنید. اگه روی مشتری زمان و خدمات خوب سرمایه گذاری کنید میتونید به ثروت کلان برسید. فقط نخواهید کسب و کار یا شغلتون به شما چیزی بده، بخواهید از شما کسی بسازه. کوتاهی در انجام تکالیف نشانه‌های خود را در بازار و کلاس درس نشون میده. مجبور نیستید در همان نقطه شروع کار در بازار درجا بزنید. بدترین روز اونهایی که از کارشون لذت میبرن بهتر از بهترین روز اونهایی است که لذتی از کار خود نمیبرن. وقتی خدمات بهتری به بازار بیاریم مزد خود را میگیریم. خدمت بهتر به بازار زمان میبرد، ولی به خاطر خدماتی که مزد میگیریم، نه زمان. کسی که مدام به این در و اون در میزنه تا پول بیشتری در بیاره به یک نکته توجه نکرده. تقاضا کردن کسی را پولدار نمی کنه. 2 نکته درباره تأثیرگذاری. اول اینکه قدرت تأثیرگذاری بسیار زیاده. دوم اینکه تأثیرگذاری نامحسوسه. مطمئناً به هیچ کس اجازه نخواهید داد شما رو هول بده و از مسیر خارج کنه.
ولی بدون اینکه متوجه باشید تأثیرگذاری همین فرد آرام آرام شما را از مسیرتون منحرف خواهد کرد. ما به منابع گوناگونی برای گرفتن اطلاعات و تأثیرپذیری نیازمندیم. نمیتوان تمام پاسخها به مشکلات کار و زندگی را از یک شخص یا یک جا گرفت. نگرش فرد رو تا حد زیادی تأثیرگذاری و معاشرت شکل میدند. بیشتر وقت خود را روی صداهایی که پیام آموزنده و مفید ندارند نگذارید. ذهن خود را روی موج صداهای مفید و سازنده تنظیم کنید و اصلاً به صداهای کم‌مایه و سطحی گوش ندید. نه، بین شما و تأثیرگذاری منفی فاصله می‌اندازد. شما باید مدام این سوالها را از خودتون بکنید. دور و بر چه کسانی هستم؟ اونها چه تأثیری بر من دارند؟ چه چیزی برای خوندن به من میدن؟ چه چیزی برای گفتن به من میدن؟ دارند منو به کجا میبرند؟ چه چیزی برای فکر کردن به من میدن؟ و مهمتر از همه، چه کسی از من دارند میسازند؟ و بعد مهمترین سوال رو از خودت بکن. آیا این وسط مشکلی نمیبینی؟ همراه گروه‌های سطح پایین نشو. رشد نمی کنی. برو به جایی که سطح انتظارات و خواسته ها بالا باشه. برای بعضی ها فقط باید چند دقیقه وقت گذاشت. چند ساعت زیاده. دورور کسانی باشید که بودن با اونها به رشد شما کمک میکنه. تأثیر اینان بر زندگیتون حتی تا مدتها بعد از رفتنشون پایدار خواهد موند. برای تأمل در گذشته خود وقت بگذارید تا بتونید از تجربیات خود درس بگیرید و در آینده خود سرمایه گذاری کنید. نگذارید درس گرفتن از تجربیات زیاد طول بکشه. اگه 10 ساله که کاری رو اشتباه انجام میدید، به نظر من که به اندازه کافی به اون اشتباه فرصت دادید. زندگی تنها گذر زمان نیست. زندگی یعنی مجموعه ای از تجربه ها و شدت بخشی آنها. تجربه های گذشته معلمی در مدرسه زندگی، نه باری در گوشه انباری. خیلی راحته که گذشته به جای رشد ما موجب شکست ما بشه. وقتی چیز تازه‌ای رو تجربه می‌کنید مثل اسفنج باشید. اگه می‌خواید بتونید اون رو به خوبی انتقال بدید، باید نخست بتونید به خوبی اون رو جذب کنید. حساب شده عمل کردن بهتر از مبالغه کردنه. بذارید دیگران با شگفتی ببینند که نتیجه کار بهتر از آنچه وعده میدادید شده و راحت‌تر از آنچه میگفتید به دست اومده. برای داشتن ارتباط مؤثرتر ایجاز داشته باشید. پیامبر الهی گفت از من پیروی کنید. خیلی مختصر و مفید گفته. مسیح در سخنان خود ایجاز داشت، چون مرد عمل بود. با عمل خود حرف میزد. نمیتوانی درباره چیزی که نمیشناسی صحبت کنی. نمیتوانی چیزی را که احساس نمیکنی با دیگری در میان بگذاری. چیزی رو که نداری نمیتونی انتقال بدی و چیزی رو که صاحبش نیستی نمیتونی به کسی بدی. برای دادن و صحبت کردن از چیزی و برای اینکه اون چیز تأثیرگذار باشه، اول باید اون رو در اختیار داشته باشی. ارتباط خوب با آمادگی خوب آغاز میشه. هدف ارتباط مؤثر برای شنونده باید این باشه که به جای خب که چی بگه منم همینطور. منتقل کنید. نمیخواد تحت تاثیر قرار بدید. به هنگام معرفی خلاصه‌وار و منطقی توضیح بدید.
شاید یک اتومبیل 1000 مورد برای توضیح دادن داشته باشه. برای تصمیم گیری به همه این جزئیات که نیازی نداری. چند تایی کفایت میکنه. 20% ارتباط مؤثر اطلاعات شماست و 80% اون احساسیه که نسبت به اطلاعات خود دارید. زمانی حرفهای شما تأثیر گذارند که آنچه میگویید تنها نوک کوه یخ دانستهاتون باشه. مهم میزان اشراف شما به موضوع نیست. مهم روش بیان موضوعه. برای حل هر مشکلی 3 پرسشی که باید از خود بکنید. نخست، چه کار میتونم بکنم؟ دوم، چه کتابی میتونم بخونم؟ و سوم، از چه کسی میتونم بپرسم؟ مشکل اصلی معمولاً بعد از پرسیدن 2 یا 3 سوال مشخص میشه. اگر میخواهید مشکل کس دیگری رو حل کنید، مراقب باشید که بیشتر مردم تمایلی ندارن بعد از پرسیدن سوال اول پرده از مشکل اصلی خود بردارن. نیل آرمسترانگ روزی گفت وقتی میخواید به ماه برید تنها 2 مسئله است که باید حل کنید. اول، چطور به اونجا رسید؟ دوم، چطور از اونجا برگشت؟ نکته اینجاست که تا این 2 مسئله رو حل نکردید راه نیفتید. هرگز بدون داشتن راه حل در دست به مشکل حمله نکنید. مشکل خود را روی کاغذ حل کنید. موفقیت تعقیب کردنی نیست. موفقیت رو باید با شخصیتی که به اون تبدیل میشید جذب کنید. شکست پیشامدی ساده و واقعی فاجعه آمیز نیست. کسی یک شبه شکست نمیخوره. در واقع شکست چیزی فراتر از تکرار اشتباهات کم و کوچک هر روزه نیست. به زندگی بی‌توجه نباشید. بی‌توجهی منجر به بروز سانحه میشه. موفقیت مطالعه واضحاته. همه باید درس واضحات 1 و واضحات 2 رو در مدرسه بگذرانند. خیلی بده که شکست خورده ها سمینار برگزار نمی کنند. حسابی درس می گرفتیم نه؟ اگه یکی رو ببینید که 40 سال زندگیش رو به باد فنا میده، به او بگویید جان، اگه دفترچه یادداشتمو بیارم و قول بدم چیزهای با ارزش توی اون بنویسم، 1 روز ارزشمند تو با من میگذرونی؟ موفقیت زیادی دارایی نیست. موفقیت پختگی شخصیته. 20% موفقیت مهارت و 80% اون راه برده. سواد داشتن خوبه، ولی مهمتر اینه که کدام نقشه رو باید خوند. افراد معمولی در این فکرند که چگونه از زیر کار در برند. افراد موفق در این فکرند که چگونه سوار بر کار بشند. تهیه یک اثر هنری مشترک زمان می‌طلبه. سر و سامون دادن به زندگی زمان می‌طلبه. رشد و پیشرفتن زمان می‌طلبه. پس برای خود، شغل و خانواده خود آن گونه که سزاوارشان باشد و آن اندازه که نیاز دارن وقت بگذارید. آمریکایی‌ها خیلی بی‌حوصله‌اند. یکی میگفت کوتاه در این فاصله زمانی در آمریکا زمان بین سبز شدن چراغ راهنما و شنیدن اولین بوق. قاتلان دوقلوی موفقیت بی‌صبری و حرص هستند. تا کی باید تلاش کرد؟ تا برخی در بهار کشت میکنن ولی در تابستان به مزرعه خود سر نمیزنن. اگه کاری رو شروع کردید تا آخرشو برید. مجبور نیستید همیشه در تلاش باشید، ولی دست کم تا آخرش بمونید. باید نبردی سخت و مادام العمر با جریان همیشه رو به پایین زندگی داشته باشید. اگر راحتی پیشه کنیم
حشرات و علفهای هرز نیروهای منفی به باغ اومده و کشت ما رو نابود خواهند کرد. تواضع فضیلت، بزدلی بیماری است. اگر 5 دقیقه رو به شکایت کردن بگذرونید، در واقع 5 دقیقه از عمرتون رو هدر دادید. اگر همینطور به شکایت ادامه بدید، طولی نخواهد کشید که میبینید در صحرای اقتصادی در گرد و غبار افسوس به سرفه افتادید. نمیتوان روی کرده ملایم به علفهای هرز باغچه ذهنی داشت. باید تنفرتون از علفهای هرز به اندازه‌ای باشه که به خونشون تشنه باشید. علف هرز چیزی نیست که بتوان اصلاحش کرد. باید ریشه کن بشه. ارزش‌ها. ارزش اصلی در زندگی چیزی نیست که به دست میارید. ارزش اصلی در زندگی شخصیتی است که به اون تبدیل میشید. برای همینه که حاضرم بهای هر ارزشی رو بپردازم. اگر بابت اون هزینه میکنم، برای اینه که شخصیت من رو رشد میده. اگر اونو رایگان دریافت کنم، هیچ کمکی به رشد من نمیکنه. تمام ارزش ها رو باید در رقابت برنده شد. بعد از بردن هر ارزشی باید از اون دفاع کرد. ارزش ها ذاتاً گرانبهان. اگر بهای ارزشی پایین باشه، چه بسا قدر اون رو ندونیم. اول هزینه رو حساب کنید. ارزش های خرد را به قیمت گزاف نخرید. اگر در صدد یافتن هستید، باید جستجوگر باشید. ایده خوب به ندرت به ذهن بیکنش خطور میکنه. ایده ها قادرند زندگی را دگرگون کنند. بعضی مواقع تنها به یک ایده دیگر نیاز دارید. ایده اندیشه است که از اطلاعات فرد شکل میگیره. وقتی ایده تازه‌ای به ذهن میرسه، باید اون رو در ترازوی ذهن خود به دقت وزن کرد و بعد روی اون ارزش گذاشت. یکی از رازهای موفقیت ایده آمیخته با الهامه. هیچ چیز برای آینده‌تون مؤثرتر از این نیست که گردآورنده ایده ها و اطلاعات خوب باشید. اگر این کار را بکنید، تکلیفتون رو انجام دادید. کمتر کسی از ما صلاحیت تشخیص حقیقت رو داره. خیلی که دقت به خرج بدیم، میتونیم امیدوار باشیم اون چی که میگیم یا آن چی که در ذهن داریم حقیقته. برای همینه که بهترین روی کرد به حقیقت اینه که گفت به نظر من. جملات تأکیدی به خودی خود مشکلی ندارن، به شرط اون که تأکیدتون روی حقیقت باشه. اگر مثلا آسوپاس هستید، بهترین جمله تأکیدی اینه که بگید من آسوپاس هستم. اگر حقیقت کفایت نکرد، پس باید در تشریح حقیقت قوی‌تر عمل کنید. صادق بودن ملاک حقیقت گویی نیست. نباید این اشتباه را کرد که حق با اوست. آدم صادقیه. چرا که این احتمال هم هست که کسی صادقانه در اشتباه باشه. تنها می توانیم حقیقت را با حقیقت و صداقت را با صداقت بسنجیم. کسی را بیابید که مایل است حقیقت را با شما در میان بگذارد.